طرح آشیانه‌ای یا لانه‌گزینی چیه؟ بچه‌ها ما تو طرح‌های فاکتوریل تمام سطوح متغیرهامون اجرا میشن. یعنی مثلا شما یه متغیر دارید با 2 سطح، یه متغیر دارید با 3 سطح، یه طرح 2×3، ما تمام سطوح متغیرمون رو اجرا میکنیم. اینا رو تمام اثرات مشترکشون رو، اثرات متقابل رو میسنجیم. اما بعضی وقتا بنا به دلایلی بعضی از سطوح متغیر مستقل قابل اجرا نیست. مثلا اون روان درمانگر ما یا اون پرستار ما در یک شیوه درمان تبحر داره، در یک شیوه درمان دیگه تبحر نداره. اینجا دیگه ما طرح فاکتوریل نمیتونیم بریم. اینجا طرح آشیانه‌ای استفاده میکنیم. یعنی میایم متغیر مستقل اون جایی که امکان پذیر هست اجراش میکنیم، اون جایی که امکان پذیر نیست و اصلا اجرا نمی کنیم. به این جور طرح‌ها میگن طرح‌های آشیانه‌ای یا لانه‌گزینی. وقتایی است که ما تو طرح فاکتوریل محدودیت داشته باشیم و نتونیم تمام سطوح متغیر مستقلمون رو اجرا بکنیم. خیلی متشکرم، نکته بسیار مهمی بود، فراموش نکنید.